مساحه خلقی. سلام بچه های ناز من، دختر پسرای خوشگل توی خونه. امشب اومدم با یه داستان دیگه. اسم داستان امشب ما هست جک و لوبیای سحرآمیز. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. روزگاری کشاورز فقیری بود که زن و یه پسر تنبل به نام جک داشت. روزی که کشاورز مرد، فقط یک گاو برای خانواده‌اش به جا گذاشت. جک و مادرش با شیری که گاو میداد زندگی میکردن. اونا هر روز صبح شیر رو به بازار میبردن و میفروختن. اما یه روز صبح گاو دیگه شیر نداد و اونا دیگه پولی نداشتن که حتی یه قرص نان بخرن و بخورن. مادر جک به جک گفت برو گاوو بفروش و با پول اون مقداری دانه بخر تا اونا رو بکاریم. بنابراین جک به بازار رفت. در بین راه پیرمردی رو دید که به اون میگفت جک بیا گاو تو در برابر لوبیای سحرآمیز با من عوض کن. جک چنین پیشنهاد ناچیزی رو رد کرد. اما پیرمرد گفت اگه امشب این لوبیا رو بکاری تا صبح اونقدر رشد میکنه که سر به آسمون میکشه. جک از فکر پیرمرد خوشش اومد و گاوش رو با لوبیای سحرآمیز عوض کرد. وقتی به خونه بازگشت، مادرش فریاد کشید چقدر تو نادانی، حالا ما از گرسنگی میمیریم. و بعد از این حرف لوبیا را از پنجره به بیرون پرتاب کرد. صبح روز بعد جک که از خواب برخاست و از خونه بیرون رفت، با تعجب ساقه لوبیای عظیمی رو دید که بالا و بالا رفته و به ابرها رسیده. پیرمرد راست گفته بود. جک دلش میخواست از ساقه لوبیا بالا بره و ببینه این ساقه تا کجاها بالا رفته. بنابراین شروع به بالا رفتن کرد. همینطور که بالا میرفت، وقتی به پایین نگاه کرد، از اینکه چقدر بالا رفته شگفت زده شده بود و تعجب میکرد که چقدر بالا رفته و پایین و زمین از اون بالا خیلی کوچولو دیده میشد. ولی همچنان جک به بالا رفتن ادامه داد. بالا و بالا رفت تا اینکه سرانجام به ابرها رسید. در بالای ابرها یه قصر سنگی بزرگی رو پیدا کرد. جک به سمت قصر رفت و جلوی در با خانم بسیار بزرگی روبرو شد. جک مؤدبانه به زن سلام کرد و زن گفت میخوای یه مقداری غذا بخوری؟ جک هم گفت آره من خیلی گرسنم. و اینطور بود که زن بزرگ اون جک رو به درون قصر برد. به این ترتیب جک وارد آشپزخونه قصر شد. اما به زودی قصر شروع به لرزیدن کرد. تامپ تامپ تامپ. زن گفت وای شوهرم اومد، غول بزرگ اومد، بپر بیا اینجا. و با عجله جک رو به داخل بخاری دیواری هل داد. جک دزدکی به بیرون نگاهی انداخت و غول بزرگی رو دید. غول همین که به آشپزخونه یورش برد نعره زد بوی چی میاد؟ بوی آدمیزاد میاد. زن پاسخ داد شاید بوی پسمانده‌های همون گوشتی باشه که از نهار دیروز باقی مونده. غول با شنیدن این جواب قانع شد و پشت میز نشست و غذایی که زنش براش درست کرده بود و خورد. هنگامی که غول غذاش رو تموم کرد، مشغول شمردن سکه‌های طلایی شد که اون روز دزدیده بود.
و بعد از شمردن سکه های طلا به زودی به خواب فرو رفت و خور و پف اون سراسر قصر رو به لرزه در آورد. جک از درون بخاری دیواری بیرون خزید. یواشکی یکی از کیسه های طلا رو قاپید و تلو خوران به سمت لوبیای سحرآمیز دوید و از اون پایین رفت. بعد از اینکه سعی و سالم به باغچه خودشون رسید، رو به مادرش کرد و گفت مامان ببین چقدر طلا پیدا کردم. جک و مادرش مدتی با اون طلاها گذران زندگی کردن و هنگامی که طلاها تقریباً تمام شده بود، جک دوباره از ساقه لوبیا بالا رفت. بالا رفت تا به قصر غول رسید. همون زن دوباره جک رو به درون برد و مقداری بهش شیر و نان داد. اما قبل از اینکه غذاش تموم بشه قصر رو به لرزیدن کرد. تامپ تامپ تامپ. جک به محض شنیدن صدای تامپ 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 و گروم گروم به صدای پای غول به درون بخاری دیواری پرید. غول همراه یه مرغ وارد آشپزخونه شد. مرغ رو روی میز گذاشت و به اون دستور داد برای من یه تخم بکن. مرغ هم یه تخم طلایی برای غول کرد. چند لحظه بعد غول شروع به چرت زدن کرد و خور و پفش سراسر قصر رو به لرزه انداخت. یواشکی جک از توی بخاری بیرون خزید. مرغ رو بغل کرد و به سمت ساقه لوبیا دوید. وقتی که جک به خونه رسید، مرغ جادویی رو به مادرش نشون داد. مرغ رو روی میز گذاشت و به اون دستور داد برای من یه تخم بذار. مرغ یه تخم طلا گذاشت. جک خیلی به خودش مغرور شده بود، ولی مادرش گفت جک من دیگه نمیخوام از اون ساقه لوبیا بالا بری چون دیگه واسط خطر داره. اما چیزی نگذشت که جک دوباره حوصله‌اش سر رفت. تصمیم گرفت دوباره بره و یه سری به قصر بزنه. بنابراین یه روز صبح زود از خواب بیدار شد و از ساقه لوبیا بالا و بالا رفت. اونقدر بالا رفت که دوباره به قصر غول رسید. جک از پنجره باز به درون قصر یواشکی خزید. چیزی نگذشت که صدای آشنایی شنید. دامپ دامپ دامپ. غول وارد شد و یه چنگ طلایی رو روی میز گذاشت. به چنگ دستور داد بنوازه. چنگ خود به خود آهنگ زیبایی رو نواخت. کم کم موسیقی لالایی غول رو به خواب برد و خور و پف اون قصر رو به لرزه انداخت. جک به طرف میز خزید و چنگ رو قاپید. اما در همون حال که داشت به طرف در می‌دوید، چنگ با صدای بلندی فریاد زد ارباب دارن منو می‌دزدن. غول ناگهان از خواب پرید و گفت بوی آدمیزاد میاد. چه زنده باشه چه مرده، الان استخوناشو خرد و خمیر میکنم و از استخوناش نون درست میکنم. غول با دیدن جک غرش وحشتناکی رو سر داد و نعره زد تو رو برای صبحونم میخورم. جک به طرف ساقه لوبیا فرار کرد و غول به دنبالش دوید. همچنان که
غول به دنبال جک از ساقه لوبیا داشت پایین می اومد، ساقه لوبیا از سنگینی غول به لرزه در اومد. جک همونطور که از ساقه داشت پایین می اومد فریاد زد: مامان یه تبر برای من بیار. مامانش تبر به دست از خونه بیرون اومد، اما با دیدن غول از وحشت شروع به لرزیدن کرد. جک از ساقه پایین پرید، تبر رو قاپید و شروع به شکستن ساقه لوبیا کرد. گرومپ! ساقه لوبیا سرنگون شد و غول رو هم با خودش به زمین انداخت. جک با دیدن گریه مادرش خیلی ناراحت شد و از اون روز به بعد جک با همه توانش شروع به کار کرد و در نتیجه مادرش خیلی خوشحال شد. بیشتر روزا صدای اونا از کشتزار به گوش می رسید که همراه نغمه زیبای چنگ آواز می خوندن. مرغ جادویی همچنان براشون تخم طلا می زاشت. جک و مادرش دیگه فقیر نبودن. با گذشت سالها جک بزرگتر شد و نظر شاهزاده خانم زیبایی رو به خودش جلب کرد. وقتی شاهزاده خانم موافقت کرد که با جک ازدواج کنه، جک نمیتونست بخت و اقبال خودش رو باور کنه و خیلی خیلی خوشحال بود. اکنون جک نه فقط یه مرغ جادویی و یک چنگ داشت که براش آهنگ‌های دلنواز می‌نواخت، بلکه شاهزاده خانم هم همسرش شده بود و در کنار مادرش به خوشی و خوبی زندگی می‌کرد. بچه‌های عزیزم، دختر پسرای ناز من، به پایان داستان امشبمون رسیدیم. امیدوارم که از داستان امشب خوشتون اومده باشه. خوابهای قشنگی ببینیم تا داستان